سلام دوستا و عزیزان، شب همتان بخیر. درس امشب ما کم جالبتر، دقت کنین که با خوبی انشالله همه ما شما یاد بگیریم. درس ما امشب درباره ای اوست یا ای او. هر دوتایش در تلفظ خواندن یکیست، اما در نوشته فرق میکنه. مثال ببین، اینجا ای او بزرگش است، این طرفش هم کوچکش، یا این طرف دیگهش ای املاود او یو، این طرفش هم کوچکش. با مثال واضح میسازیمش. مثلا بقومه، اینجا بی بقوم، بقوم، بقوم یعنی درخت، بقومه که شد درخت ها میشه. و هم مثال دیگه، اینجا بی موزه، موزه. در خواندن هر دوتاش یک رقم است. یا اینجا بی اویغو، اویغو. هر دوتاش تلفظش در خواندن یک چیز است، منتها در نوشتن فرق میکنه. یا اینجا ببین مثال دیگره، اویش. خوشحال میشم که صفحه ما را لایک سابسکرایب کنید تا همه دوستا درس یاد بگیره. وقت خوش خوب داشته باشین. شب بخیر.